دیگرهای شما میو همکاری کنند. برای چندین بچه ها گفتن که پولا را میگیرن میروند دیگر سراغشان میکنن. او ضررش به آینده ها هست. خب برادر مسلمانی که با وجود شرایط خوبش باز در سیرک یا خوب فرما کار کند و در آخر در حق من و اهل بیت من دعا کنید و جمله مسافران آمین بگویند که ما رو خداوند مشکلات دینی و دنیوی رو آسان کند. خدا همه مشکلات های شما رو و همه مشکلات های برادرای مؤمن و مسلمان را خداوند آسان بگرداند. آمین یا رب العالمین. حتی با وجود شرایط خوب در سیرک و در خوبخانه کار نکنید بهتر است برادر عزیز. شرایطت که خوب باشد در اونجا کار کردن مثال برای تو خوب نیست، ولی اگر کسی هم در سیرک میره کار میکند، مثال کار کردن به معنای چی؟ به معنای یگان سیرک و بینا میکند، در استرویکش کار میکند، و یا اینکه مثال در خوبخانه میرود کار کردن، در خوبکشی مثال. خب یا اجاره درست است در این حالت. مثال هم این مردم میگه که اینمی ساختمان نمیدن، خب مثلا اینمی هر روزش اینا حساب کنه 1000 سوم میگه، در ساختمانش اشتراک کردم اجاره این درسته برادر. یا در خوبخانه‌ش هم میگن یه خوب کشتن 500 سوم روسی کشتنشون میگی تو سوم تا بگیر. درسته برادر عزیز، این یگان گناهی نیست. اینا در کتاب خلاصه الفتاوا در کتاب اجاره البته شرحش و بیانش آمدگی هست. درسته. خب این انده برادر عزیزم که باز خداتون من فتواشم میگم با تقواش خداتون کاری خودتون من فتواشم میگم تون، یعنی شما گناهگار نمیشین. اگر شما با یگان امکانیت های دیگر داشته باشین که مثال نکنین امکانیت باشه نکنینش، امکانیتاش باشه، یکی نباشه درست، اگر باشه هم درست هست، ولی اگر مقصد گوییم که همین طرح شبهه داری و ناراحت میشه برای در دیگه جو کن. با فکرم شما مطل اشاره یعنی من بگم تمام دیگه هست نیست دیگه خب دامنای محترم یک سوال ما رو جواب گوید. میگن که اگر کاری رو کردی و تو دانی و خدا قسم خوردی که من نکردم زنت یک طلاق می شود و همین قسم رو دادن درست است؟ نه قسم نیست برادر است، اینا قسم نیستن. تو دانی و خدا هیچ قسم نیست. یک اجوی به یک همین چل دادن های همین چل میتی یک کسا فریب میکنی و کارتا بود کردن میگی این چی قسم؟ تو دانی و خدا. من خدا را میدانم، من دانم و خدا گفتن میگی این چی گفت میدانی که قسم نیست. قسم فقط واللهی است. والله بالله کو بگو والله که همین کار من نکردم یا همین کار میکنم انا قسم انا ای علاقه چی داره؟ کفارت داره. آجی شیرین اسلام بگوید که قدر زن از قدر فرزند پدر و از فرزندان خواهر و دادران ما بالاتر است یا نه؟ خداوند یکتا شما را نگهدار باشد. بدون خدا قدر زن از قدر فرزند پدر و از فرزندان خواهر و دادران ما بالاتر است یا نه؟ نه البته بالاتر نیست. البته قدری گوییم که فرزندان پدر قدری فرزندان پدر البته بالاتر. یعنی ما هیچ وقت اگه این چهل است از این همون بوی همون میاد که امروز اکثر جنگ های خانوادگی را دیدین که از پشت همین هم فقط خواهر سبب می شود، دادر سبب می شود، نه بیرون سبب می شود. بعد جنگ جوش آیلوی پیش از اونی که شما خواهیم که نه در قدر و منزلت زن قدر داره، زن منزلت داره. خب یعنی زن به قدر نیست. اگر به قدر میشید پیامبر گرامی چی میگفتن؟ مثلا در آیات قرآن ببینید و عاشروهن بالمعروف. آیات قرآن ببینید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خدا میگه که با زن زندگی خوب داشته باشید، زن حرمت کن، زن مورد احترام قرار ده، زن لباس توست،
تو لباس زنی. ببین تو لباس زنی، زن لباس توی. یعنی تو به زن یک گویم آمیختگی داری، یک همبستگی داری. تو به زن و زن به تو حیات بردن میتونی. یعنی اینا از منزلت زنها خبر میتد که زنها منزلت دارن، زنها قدر دارن. حتی زن چنان در اسلام قدری دارد که وقتی که اگر تو مهرش نداده باشی حق داره که در جایگاه خوبش رد نده. این مهر هست تو قلیل، همین مهر نداده باشی بعدا وعدش کنی که بعد میتوند. حق دارد که باید که تا نیاری در جایگاه ما در آمدن میتونی. ببینید یا زنک حق دارد که حتی با او همخوابه شای فرمان میتکی نما آب تا در درون من نمیریزونی. یا خوی زنه این دوره پیش از اسلامی نیست که میراث نبرن. این دوره پیش از اسلامی نیست که با ایزن موعودت و سئلت بأی ذنب قتلت، برای زنده و زنده بگرانش کسی کارت نگیرد. این دوره یونان قدیم نیست که زن ارسطو، زن سقراط گازانتپه نام داشت. در همون زمان اگر تاریخ دانا باشیم البیا گفتنی ناطق بود و هم دانشمند بود. ببینید دانشمندا چیکار کردن. سقراط از البیا قرضدار شد، در عوض قرض خودش البیا را زن شد. گفت بر می شود. حکم را آوردن که در عوض قرض می زن تبتی می شود. این زمان نیست. از وقت اسلام آمد این قانون زنداری و حقوق زن بلند شد. برای این زنان قدر قیمت دارند. زنها را باید که ما مورد احترام قرار دهیم. حتی پیامبر میگفتن که خیار کن لنسایی. شما از روی ایمان همان وقت ایمانتون مکمل است